قرارداد. قرارداد کانترکت توافق قانونی بین دو نفر است. این شامل توافق‌های شفاهی نیز می شود. در استرالیا ما معمولاً قراردادهای کتبی داریم. وقتی که در طول یک مدت یا بر اساس یک برنامه پول کالایی را پرداخت می‌نمایید، باید یک قرارداد کانترکت امضا کنید. برای مثال قرارداد تلفن موبایل. همیشه باید مطالب و شرایط قرارداد کانترکت را بخوانید. این شرایط اغلب به حروف ریز نوشته می شود. اگر کالایی را بر اساس موافقتنامه وام بدون بهره می خرید، برای جلوگیری از پرداخت هزینه بهره اضافی باید قیمت کالا را پیش از سررسید موعد مقرر بپردازید. پیش از امضای قرارداد کانترکت خوب است آن را به خانواده، دوستان یا یکی از کارکنان گروه اجتماعی خود نشان بدهید و راهنمایی بگیرید. هر ایالتی در استرالیا قوانینی دارد که از حقوق شما به عنوان مصرف کننده حمایت می کند. وزارتخانه‌های دولتی مراقب این قوانین هستند.